душанба мавзӯи имрӯз 18 декабр. ҳукумати Тоҷикистон Додоҷони Атовуллоро авф кард, аммо ӯ имкони бозгаштро баррасӣ дорад. Суҳбати вижаи Радиои Озодӣ бо ин журналисти варзида ва мухолифи ҳукумати Тоҷикистон. гурги дар қабқон афтода аз худ барраи бегона вонамуд мекунад. дуишиҳои таслимшуда дар Афғонистон мегӯянд фирифтаи ифротиҳо шуданд. علما دعوت میکردن که بس خلافت اسلامی است، به قرآن حدیث ثابت هستند. насиҳат гӯш кун ҷоно ва ё муҳоҷири таҷрибадидаву хаста аз ғарибӣ ба ҷавоне ки дар ҳоли сафар ба Русия аст чӣ машварат медиҳад? میبرن اونجا امور 200 سومون حساب تو بگه کار بگه 200 سوم میرسیش میده 300 سومش میده گشنه تشنه زبونی چه سوز نمیدونن. аммо шурӯъ мекунем аз таниши марзӣ. ин субҳ дигар бора дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дақиқтараш деҳаи Сомониён ва Куктош муноқиша сар зад. таниш дар байни сокинон оғоз ёфта ба тирпаронии марзбонони ду кишвар печид. мақомоти тоҷик мегӯянд сокинони назди марзии Қирғизистон як хонандаи мактаб ва имоми маҳаллаи тоҷиконро латукӯб карданд. ҷониби Қирғизистон баръакс сокинони Исфараро ба он муттаҳам мекунанд ки як шаҳрванди ин кишварро латукӯб намуданд. мақомоти қирғиз аз захмӣ шудани як корманди умури дохилии он кишвар хабар доданд. ба гуфтаи сухангӯи раиси вилояти Суғд, раҳбарони вилоятҳои ҳаммарз мардумро ба муросо даъват карданд. ҷузъиёти муноқишаро дар вебсайти Радиои Озодӣ бихонед. طبق خبرهای رسیده داستانی کل تاجیکستان دودوجان عطاوالله را عفو کرده است. این روزنامه‌نگار ورزیده و مخالف حکومت به قول مقامات انتظامی بنابر صادر کردن جنایت‌های گوناگون از سال 2008 در پیگرد بین‌المللی قرار داشت. دودوجان عطاوالله 27 سال به این طرف در بیرون از تاجیکستان به سر میبرد. نشر خبر عفو او دوباره اسم این سیاستمدار شناخته را سر زبان‌ها نشاند و در این برابر سال‌های زیادی را حلق کرد. قبل از برنامه من با دودوجان عطاوالله صحبت داشتم و نخست درباره آن پرسیدم که خبر عفو شدن را از کی فهمید و چگونه ارزیابی میکند. من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک چی است معلومات گرفتن درباره عفو من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشتبارا گفتن که الکی در شهر آوازه است که من عفو کردن و الکی آمادگی دیدم برای پیشروز و استقبال من. یعنی شما به تاجیکستان برمیگردید؟ سوالی از همه مهم که میخوان دانند. ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هماندیش‌های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم. خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟ من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبری تاجیکستان خود این یک عملی خوب است و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید. پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید نه؟ هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم باز هم به همین راهی میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این داداجان به اون راه قدم زده بود. ولی در این راه برای به من هجوم میکردن، سوءقصدها تشکیل میکردن، زندان میکردن. ولی همه این را من همچون یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم. ببینید به هر حال این عفو است. خب شما که این عفو رو پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب‌هایی رو که به شما گفتن شما اون عیب‌ها رو قبول کردید. نه هیچگاه. من باز بار دیگر میگم که من فقط حقیقت رو میگفتم. من نه автомат دارم، نه کلاشنیکوف، نه تانک، نه توپ، نه یگون نمیدونم رزمنده یا چیزی دیگر. یگانه اسلحه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن این صرف میکردم.
ببینید به هر حال منتقدان میگویند با نظر داشت انتقادهای شدیدی شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است. شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما. بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم اینا گمان میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یگان وقت در یگان لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خوانده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند. یعنی میتوان گفت که انتقادهای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود نه در موافقت با مقامات تاجیکستان؟ تماما. صحبت مفصل با دودو جون عطاالله بعد چند لحظه در آزادی ویدیو نشر می شود، میتوانید تماشا کنید. این برنامه خبری رادیو آزادی است. بعد پاکسازی دهات دوردست نویه اچینی ولایت شرقی ننگرهار افغانستان از جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا خود داعش، ساکنان محلی به خانه‌هایشان برگشته تلاش دارند منزل‌های ولنگار را تعمیر و ترمیم کنند. حکومت جنگجویان داعش را نمایش داده اصرار می‌ورزد که آنها طبق کردهشان به جوابگری کشیده می‌شوند. این اسیران که زمان تنها با نمود ظاهری خود مردم را به دهشت می‌آوردند، حالا میگویند که آنها را گمراه کرده بودند. بعد شکست سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی، افغانها به خانه‌هایشان برمیگردند. دولت افغانستان میگوید بازگشت آنها بعد پاکسازی ولایت شرقی ننگرهار از حضور جنگجویان امکان پذیر شد. خانه کاملا ویران شده است. وقتی دهشت افکنان به منطقه آمدند، ذکیرالله و مادرش وحیگل سراسیمه از خانه فرار کرده بودند. آنها با ما معامله بد داشتند و از ما غذا طلب میکردند. ما تخمیناً 50 خلطه آرد را در خانه و باقی مانده حاصل غله‌دانه را در میدان کشت پرتافتیم و فرار کردیم. خانه هایمان غارت شده است. اولین چیزی که ما از حکومت می خواهیم این بنیاد راه ها، ثانیاً بنیاد شفاخانه ها و سیوم مکتب و چهارم خنثی نمودن میدان های مینه می باشد. حکومتداران افغان میگویند این جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش به اسارت افتیدند و یا داوطلبانه همراه با اعضای عائله هایشان تسلیم شدند. این ذهنیت بس از کتابا برام پیدا شد. علما دعوت میکردن که بس خلافت اسلامی است، به قرآن حدیث ثابت هستند. بس خلافت اعلان شده بیعت کرده، واجب هستن بیعت کنه. در بین اسیران افراد خارجی و از جمله پاکستانی ها کم نیستند. همین افراد و اشخاصی که تسلیم شده از ممالک مختلف یا اما تخلیه اطلاعاتی اول میشه که با کی رابطه داره، چطور آمدن، چی میکردن و بالاخره ارگانهای عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر ایجابی را میکرد که یا محاکمه شود محاکمه میشه. در سال 2015 هم داعش این منطقه را بخشی از خلافتش اعلان کرده بود. این گروه مسئولیت دهها حمله مرگبار را بر دوش گرفته است. تنها در یک حمله به توی عروسی در شهر کابل بیش از 90 کس کشته شدند. ساکنان ناحیه اچین ولایت ننگرهار امید دارند که بعد بازگشت آنها نظم و ثبات پابرجا خواهد بود.
برنامه را ادامه می‌دهیم و برمیگردیم به توجیکستان. امروز در جهان همچون روزی مهاجران یاد می شود. بعد سالهای 90 همه ساله هزارها شهروندان توجیکستان با امید زندگی بهتر را به سوی کشور می‌گیرند که برایشان کار می‌دهد و وسیله چرخاندن روزگارشان را فراهم می‌کند. نفران کم نیستند که موی خود را در عذاب‌های دوری از وطن و پیوندان، تحقیر و بدرفتاری پلیس روسیه و فریبیدن کاردهندگان سفید کردند. یکی از آنها قهرمان بعدی ماست که این تجربه های به اصطلاح در پوست خود احساس کرده را به نفر قصه می کند که تازه رخت سفر به روسیه بسته است. گزارش محمود جان رحمتزاده را کیومرسیتا تقدیم می کند. در این هواپیما مسافران مهاجرین نیز به تاجیکستان برگشتند که پس از سالهای طولانی غریبی نمیخواهند دیگر بار رنج مهاجرت در کشوری برایشان بیگانه ادامه کند. عبدالستار احراروف ساکن 62 ساله ناحیه فرخار نیز از مهاجرت مهنتی از روسیه برگشته است. مهاجرت موسمی عبدالستار این بار به پایان رسید. تصمیم گرفت که دیگر به مهاجرت نمی رود. عبدالستار پس از چند مدت دیگر دوباره به دیدار نزدیکانش خواهد رسید. انا دیدی؟ بیا بیبی جان هم بیا. بیا بیبی جان بوده. 19 سال عمر عبدالستار در مهاجرت کاری در روسیه گذشت. معمولا در این مدت در یک سال 2 و بعضا 3 سال یک دفعه به وطن برمیگشت و طول 1 یا 2 ماه در کنار نزدیکانش میماند. برای رزق روزی کودکان خانه و برای یک شرایط مساز کردن 19 سال میرم روسیه میرم کار میکنم گشته میام نظر به دیگه همسایه و خشت برو دیگه با کم تا شرایط من اخستره که لبای بیا و علیکم و سلام بیا. شیرافگان عوضوف ساکنی 29 ساله ناحیه فرخار و از هم محله های عبدالستار پس از شنیدن بازگشت مهاجری با تجربه به عیادت او آمد. هدفش نیز آن است که از عبدالستار شرط و شرایط مهاجرت کاری را در روسیه بپرسد. زیرا شیرافگان نیز مثل او پس از چند سال ناموفقانه کار در تاجیکستان مجبور شد بار اول به مهاجرت رود. یگون جای معین داشته باشی، یگون جای معینی که تو برای ای رایون تو نه یگون خشت برد یگون اولاد اگر هم جا باشه کار کرده کار پیش برده میتونی دستی با هم پسریدنیکو دا بغلطی اگر او پسریدنیکو در حقیقت بسیار شامین استفاده میبرن بچه ها یوش که میرون جای کار ندارن میبرنشون همون پسریدنیکو تاجیک خدمونه بو میبرن همونجا دا همون را 200 سومون ایسای تو بگرد کار بگرد 200 سوم میره 300 میده 300 سومش میده گشنه تشنه زبونی روسیه سوز نمیدونن قینه در حقیقت در اوجا. عبدالستار به شیرافگان این مهاجری آینده کاری از تهدید ملتگراهای روز نیز قصه کرد که بارها از خف به دست آنها افتادن فرار کرده است. هرچند تفسیری واقعیت امروز مهاجری کاری تاجیک در روسیه برای شیرافگان زیاد ناراحت کننده بود، اما او باید به مهاجرت رود و باید باز جای یک نسل مهاجر پیر شده تاجیک را در روسیه پر کند. و دادگاه نهایی سینای دوشنبه امروز نیلوفر رجب و را با گناه میده‌باشی به مبلغ 540 سومانی جریمه کرده است. رجب و 2 روز پیش به رسانه‌ها شکایت کرد که او را مقامات ملیسا و کارمندان اداره امور زنان در عملیاتی به گفته او ضد زنان سطرپوش دستگیر و در شعبه کارهای داخلی تحقیر و تهدید کردند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب به دسترس میباشند. فراموش نکنید صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا روز نو خدا نگهداری شما باشد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.